تمام زندگیم بر این باور بودم که دروغ نگویم، دل هیچ انسانی را نشکنم و این را پذیرفتم که از بین رفتن قسمتی از زندگی است. اما با این وجود از مرگ خودم میترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم. فکر میکنم خدا هم یک کارگر است، مثلا یک جوشکار شبیه همه مردان جوشکار دیگر و غروب چشمهای اوست که گاهی سرخ می شود و شب پیراهنش که پر است از سوراخ‌های ریز و درشت.